سلام. در یک هفته گذشته در حملات طالبان 46 فرد ملکی شهید و 93 تن دیگر زخمی شده اند. شورای امنیت ملی میگوید خشونت‌های طالبان از هر زمان دیگر افزایش یافته است. رحمت الله نبیل میگوید تلاش‌های زلمه خلیلزاد در پروسه صلح افغانستان قابل شک است و از دکتر عبدالله خواسته که مستقیما در قطر با ملا برادر در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت کند. سفیر ملکی ناتو در افغانستان گفته است در صلح افغانستان پاکستان مفاد زیادی به دست خواهد آورد و افزوده که یک افغانستان باثبات به نفع تمام کشورهای منطقه می باشد. صادرات میوه تازه و خشک افغانستان از راه بندر واقع پاکستان برای اولین بار به هند رسید. مقامات میگویند 200 تن میوه‌جات به هند انتقال شده و این روند ادامه خواهد یافت. و غزال حارس رئیس اداره بازرس در نشست گفته است که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در وزارت صحت عامه ضعف مدیریتی وجود دارد و این وزارت نتوانسته است در کارهایش شفافیت را تامین کند.